مردم مهنت‌دوست شهر ترسونزاده نیز چون دیگر مناطق مملکت جشن مهرگان را با شکوه و شهامت تجلیل نمودند. در این روز گروه کاری مهمانان از جمهوری ازبکستان نیز اشتراک نموده از کارخانه‌های صنعتی، خواجگی‌های زراعتکار، باغداری و چارواداری شهر ترسونزاده دیدن نمودند. در کارخانه واحدی دولتی شرکت آلومینی تاجیک هیئت مهمانان با روند استحصالات و محصولات صنعتی در آن استحصال شونده شناس شده در آثارخانه شرکت با تاریخ و دستاوردهای این کارخانه بزرگ صنعتی مملکت از نزدیک آشنایی پیدا نمودند. در باغ سامان و خواجگی دهقانی وطن باشد مهمانان پرورش تاک و استحصال انگور را مشاهده نمودند. جهت جاری نمودن اصول تاک پروری خواجگیداران شهر ترسونزاده را در مملکت خود تبادل افکار انجام دادند. در جریان شناسایی جانب‌ها برای باز هم گسترده نمودن مناسبت‌ها در ساحه باغ و تاک پروری میان کشاورزان تاجیک و ازبک به موافقه رسیدن جهت پیدا نمودن راه‌های نوی همکاری ابراز نظر نمودند. بعدی بازدید از انگورباغ صاحبکاران تجربه‌دار کمال مدعومرов و نعمت عثمانов هیئت مهمانان به فرمای گوشتی و شیری جمعیت دارای محصولاتش محدود اگروصنعت تشریف آوردند. اطلاع داده شد که فرمای مذکور سال 2016 تشکیل گردیده در آن وقت دارای 436 سر چاروا بود. در نتیجه راه اندازی نمودن نقشه‌های مکمل امروز سرشمار چاروا به نزدیکی 800 سر رسانیده شده است. اصول نگهبانی چاروا و استحصال گوشت و شیر در کمپلکس مذکور پسند مهمانان گردید و در این سمت نیز پیشنهادهای معین و مشخصی سودمند بیان کرده شد. هیئت کشاورزان و دیگر نمایندگان ازبکستان در تجلیل جشن مهرگان که در نوروزگاه بهار استقلال با اشتراک شماره زیادی ساکنان شهر ترسونزاده برگزار شد اشتراک نمودند. مهرگان در شهر ترسونزاده با شکوه و فرح بخش دایر کرده شد. در دایره تجلیل مهرگان نمایش دستاوردهای ساکنان برگزار گردید که آن فراگیر محصولات کشاورزان، هنرهای مردمی و خوراک‌های ملی بود. در همین زمینه آزمون آش پلو میان تشکیلات و اداره‌های شهری راه اندازی گردیده در آن زیاده از 30 آشپز بهترین نمونه هنری خود را پیشکش حاضرین کردند. محصولات دارای صفت بلند طعمش لذیذ که در این نمایشگاه به معرض گذاشته شده بود از فراوانی محصولات و زحمت صادقانه و صافدلانه مردم زحمتکش و مهنت‌دوست شهر ترسونزاده درک می‌داد. با هنر و مهارت ساکنان شهر از جمله پختن خوراک‌های ملی و آماده نمودن نامگوی گوناگون محصولات نانی که کدبان‌ها تیار و پیشکش نموده بودند از طرف اشتراکداران بهای بلند داده شد. برنامه فرهنگی با رعایت سنت‌های اجدادی برگزار شد که آن سنت والای ملت تاجیک را تجسم می‌نمود. نمایندگان شهر و نویاهای جمهوری ازبکستان از آنکه در جمهوری تاجیکستان مهرگان و زحمت مرد دهقان در چنین سطح قدر می‌گردد خوشحال گردیده به خود تأثیرات نیک برداشتند. همچنین در این روز به 3 جفت اویله نوبنیاد شهادتنامه عقد نیکا سپرده شده. بزم عروسی آنها در دایره برگزاری جشن مهرگان و البته با رعایت طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان برگزار کرده شد. برنامه رنگین اهل سرحد شعبه فرهنگ و دیگر هوسکاران شهر ترسونزاده به چاره‌بینی شکوه و شهامت دیگر ضم نمود.